فقط با یه لیوان ماست کلی از این شیرینی‌های خوشمزه درست کن. یه لیوان ماست، 1.5 لیوان هم آرد، یه قاشق غذاخوری هم بیکینگ پودر. همه رو با هم ترکیب کنید تا خمیری شکل بشه. این خمیر خیلی چسبنده است. بعدی که خمیر اینطوری جمع شد، 1-2 قاشق غذاخوری در حد چرب کردم بهش روغن اضافه کنید. نیاز به برز دادن زیادی هم نداره، نیاز به استراحت هم نداره. سطح کار رو آردپاشی کنید. روی خمیرم آردپاشی کنید و خمیر رو پهن کنید. این خمیر رو میتونی به هر شکلی که دلت میخواد فرم بدی. من دارم مربعش میکنم. حالا شیرینی ها رو توی روغن داغ و شناور سرخشون کنید. جذب روغن زیادی نداره، نگران نباشید. بعد اینکه شیرینی ها آماده شدن روش عسل بزنید و میل کنید.